سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. راشد، این قضیه روایتی آوردید که امام زمان میترسه قایل شده. بله. خود اگه این قضیه رو با قضیه حضرت موسی تطبیق بدیم که حضرت موسی هم از ترس مادرش ترسید و اون توی یه سمتی گذاشت و توی آب روانه کرد، این پس چطوری میشه؟ چرا روانه کرد؟ چون الله بهش گفت نترس برگرد. خب همین اللهی که به موسی گفت نترس برگرد، چرا به امام زمان نگفت که آقا نترس عزیز دل برادر، امام زمان برگرد؟ آقای انصاری، خود زمان غیبت اگه ما توجه کنیم دو تاست، یکی غیبت صغرا، یکی غیبت کبرا. غیبت صغرا که خود زمان حکومت عباسی میشه که دنبال خود امام زمان بودن. خب دوم این که غیبت کبرا به دستور الله متعال گفته شده که باید غایب بشه و در یک زمان مشخص تعالی ظهور میکنه. بله. در کجا گفته؟ در کجا گفته؟ ببینید این آیه 21 سوره طه، الله وقتی که ایشون ترسید، موسی علیه السلام ترسید، قال خذها، گفت الله، فرمود الله بگیرش ای موسی، ولا تخف، نترس، سنعیدها سیرتها الاولی، برمیگردونیم به همون حالت. همون لحظه الله سبحانه و تعالی گفت ای موسی نترس. پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر شما بهش میگید که اصلا امامم نبوده، در غار ثور وقت انگام هجرت ترسید از اینکه به پیامبر گزندی برسه. همه آخونداتون در کتاباشون میگن که ابوبکر ایمان نداشت، به خاطر همین ترسید. در اونجا الله سبحانه و تعالی همون لحظه آیه فرستاد، لا تحزن ان الله معنا، ای ابوبکر نترس، خدا با ماست. برادر عزیز الان شما فرمودید که در یک غیبت صغرا داشته، یک غیبت کبرا داشته. در کجای قرآن گفته که امام زمان غیبت کبرا خواهد داشت، غیبت صغرا خواهد داشت؟ من از شما یک سوال میپرسم، الان 1200 خورده مجمل اومده، همه چی که در اون واقع نشده. ثانی هم خود زمان ظهور حضرت امام زمان یه زمانی داره که خداوند اونو تعیین کرده و همه آدما باید بفهمن قیمت امام زمان رو باید بدونه تا امام زمان ظهور کنه. خود امام زمان که از خودش نمیتونه بیاد یه غیبت تعیین کنه، یه چیزی تعیین کنه، خودش ظهور کنه. برادر عزیز در کجا گفته که شما به امام زمان نیاز دارید؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو بر شما کامل کردیم. شما بعد از این بقیت الله، آقای انصاری، این بقیت الله خیر لکم، این هدیه بزرگه بابا. این امام زمان مگه نخود کشمشه؟ برادر عزیز این امام زمان مگه نخود و کشمش و لوبیاست؟ برادر عزیز این در مورد کم فروشی است. این بقیت الله خیر لکم، این در مورد کم فروشی است به تاجران قوم شعیب علیه السلام که بهشون میگه که شما کم فروشی نکنید به خاطر فواید دنیوی. آن چیزی که در نزد الله است برای شما بهتر است. در نزد الله چی است؟ اجر و پاداش و ثواب است. این در مورد نخود و کشمش و سیب زمینی و پیاز اومده، چه ربطی داره به امام زمان؟ حالا من بس آیه آوردید، یه سوالی از شما دارم. این که تازه آیه شما قرائت کردید یا نبی بلغ ما انزل الیک، ببین برادر عزیز یک لحظه دلایل لایت چسبک نیارید. من دلیل اول شما را از قرآن نشون بدم برادر عزیز. ببینید الان در آیه 85 میگه یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ای قوم من ترازو و پیمانه را با عدالت تمام بدهید. یعنی وقتی که وزن میکنید نخود و کشمش و باقلا و سیب زمینی و میگه این رو با ترازو درست میزان بکنید، کامل به مردم بدید، کم فروشی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و اشیای مردم رو کم ندهید.
ولا تعثوا فی الارض مفسدین و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. آنچه که در نزد الله است و باقی است در نزد الله چی است؟ اعمال صالحی که انجام میدید، عدالتی که شما میکنید، این برای شما بهتر است. با این چه ربطی داره به امام زمان؟ اولشون ربط این آیه رو بگو به امام زمان، بعد بریم رو آیه بعدی. ما قرآن رو ترجمه میکنید، تفسیر نمیکنید. بحث ترجمه و تفسیر یه بحث دیگه است. عزیز دلم تفسیر کن. شما از کجا تفسیر میکنی؟ شما اصلا تفسیر قرآن دارید؟ میگه که مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم یکی شدن، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن و حسین از این دوتا خارج شدن. نمیشرمید از این؟ خجالت نمیکشید از این تفاسیرتون؟ شما آخرین کسانی باشید که در مورد تفسیر قرآن صحبت بکنید. یه دونه کتاب صحیح از تشیع نام ببینم، یه دونه کتاب صحیح که هیچ برو برگردی نمی‌داشته. شما اصلا کتاب صحیح ندارید، اصلا دین صحیح ندارید. کی میگه دین دارید؟ کتاب صحیح نداریم. دین ندارید اصلا. شما اصلا دین ندارید. این کتاباتون رو، این دین و کتاب رو برای شما عبدالله ابن سبع یهودی و دار و دستش نوشتن. چرا عصبانی میشه؟ عصبانی نمیشه، واقعیته. کل اهل تشیع یک کتاب صحیح ندارن. ما نمیگیم که همه کتابامون صحیحه. ما یک کتاب صحیح داریم، اونم قرآنه. ما مثل اهل سنت نمیگیم صحیح بخاری، صحیح مسلم، 6 تا خب شما برادر عزیز حرف شما کاملا معقول. در حضور میلیون ها نفر که صدای شما رو میشنون، شما همین آیه رو تفسیر کنید برای من. بسم الله. با دلیل، با مدرک تفسیر کنید. بسم الله. بسم الله. تفسیر کنید. تفسیر کنم. آیه انصاری عزیز دلم، شما این آیه رو استدلال کردید از این آیه بقیت الله خیر لکم. بقیت الله گفتید امام زمان هست. من در حضور میلیون ها بیننده شیعه و سنی از جناب بزرگوار شما خواهش میکنم بر اساس مذهب شیعه اثناعشری این آیه رو تفسیر کنید. یا خجالت میکشید در تفسیرش؟ من تفسیر بلد نیستم. اون چیزی که شنیدم دارم برای شما نقل میکنم. عزیزم گفتم یه سوال هست. برادر گرامی، اگر فردا روز قیامت الله سبحانه و تعالی به شما در میدان حشر گفت که آقای گرامی تو که به امام زمان اعتقاد داشتی این یک موهوم خیالی بود، شما به چه دلیل به امام زمان اعتقاد داشتی؟ میگی که از مردم شنیده بودم. آیا این دلیلت قبول میشه؟ بعد آقای انصاری ببینید ما دینمون رو که خودمون نمی‌بینیم از دست میاریم، خود علمامون دارن به ما میگن، ما هم حرفشون رو قبول داریم. در کجا گفته که این بقیت الله امام است؟ ببین وقت برنامه تموم شده، فقط من 30 ثانیه به شما وقت میدم. در کجا گفته که بقیت الله امام زمان هست؟ بفرمایید. در کتب شیعه یک نمونهشو بگید. در کتب شیعه بخونید یک روایت رو. در کدوم کتاب؟ والا کتاب دم دست من نیست براتون بخونم. تشکر میکنم. بعد از این وقتی که زنگ میزنید به وصال حق کتاب رو در دستتون بگیرید، همون صفحش رو جلدش رو باز بکنید، بعد زنگ بزنید. ما اینجا به عقل میلیون ها بیننده باید احترام بگذاریم. ببین برادر، همین آخوندا باش امثال شما دارن بازی میکنن. بقیت الله خیر لکم، آیه که در مورد کشمش نخود و پیاز و سیب زمینی است اینو میگیرید در مورد امام زمان. عجبا به خدا من تعجب میکنم چطور با ریش شما مردم میخندن این آخوندا. همین بدبختیه که دارن بر گرده ملت سوارن، سالها دارن از این ملت سوء استفاده میکنن به خاطر همین که نمیرید دنبال حقیقت. آقا ما شنیدیم از آخوند، تفسیر بکنید. وقتی که گفتید تفسیر بکنید میرید به کتبتون مراجعه میکنید. لحظات پیش گفتید که ما کتاب صحیح نداریم، اینجا که رسید بعد به کتاب مراجعه میکنید. غیر از قرآن کتاب صحیح ندارید. همین حرف خودتون بود. پس وقتی که آیه بقیت الله که در مورد نخود و کشمش و پیاز و سیب زمینی هست، چرا اینو تفسیر میکنید به امام زمان؟